واکسن اکسیل 10% در میگن در محل جو. واکسن یاشور هسته مود سه تیپه. سه تیپ وقتی میبیاریم ما سرتیفیکات دار. وقتی میبیان مردم نمیفهمن. یاشور 7 تیپ داره. سه تیپش از خارج واکسن میداریم ما سه تیپ واکسیناسیون میکنیم. وقتی دیگه تیپش که اومد 4 تیپ دیگه که وقتی اومد میگیره 4 اور بعدی واکسن کردنم نکی سبوک میگذره. و وقتی که گرفته کم متخصص فایروت کنید دعوت کنید کدام موضوعی نباشه در کدام تریتوری تاجیکستان که نباشه یا که بیرون از تاجیکستان هم باشه متخصص دعوت کنید قطعی متخصص کار کنید. وقتی سماوچ که شما کار میکنین نمیفهمین ضرر به خودتون میشوه با همون چورو یگم ضرر میشوه میگه پریدوز میکنه یگم کار دیگه میکنه ضرر به خودتون میشوه. متخصص قطعی کار کردن این به فایده شما به منفعت شما میشوه. مثلا هازی بعضی منطقه ها ده 10% در لکه رفته سعی کسلی اکسیل رفته چی مولی مایده باشه چی گاو باشه خورد و کلان برای سم ولفازول متوصیه میکنیم. و بعد اینجا سپت سپری داریم گیمپاتین داریم. این داروی هستن که افکتیو دارو هستن. با اینجا ما داریم آیستی سیم فراکسیا که برای سم بسیار خوبند. برای دهان درد بخش افتهایی که در دهان میشود این سپت سپری و گیمپاتین یا که سپت سپری برای دهان ده بریزگواد میکنی تا که همون افتهایی که هسته در بالای زبان یا که تگی زبان بخوای میلکای دندان اینا را به همین چیزا یا که نه براوسپتول دهانی فرانقتی میشویم براوسپتول میپرتویم تا که افتهایی که در زبان هسته یا که تگی زبان هسته زودتر و هر چیز زودتر ما برطرف کنیم بیماری ببرونیم. چوروی خورده یا کلونه فعلا داره. مثلا بسیارتر ماده میبیان مراجعت میکنن که بوزمون پنیومونیا رفته است. با چی کار کنیم؟ علاقه پنیومونیا وقتی رفته است باشه پنیومونیا ده آنتیبیوتیک اصلا مثلا پنستریپای اکسیتای نیتوکساید اکسیمیدای اکسیپرولا چند نمود آنتیبیوتیک های گروپ آنتیبیوتیک بسیار برای همین شما هر نمود آنتیبیوتیک میگیرین هر نمود آنتیبیوتیک میگیرین به مولتی ویتامین به کمپلکس ویتامین چی مولتی ویتامین چی تتراویتای چی اسیلین چی نمود ویتامین باشه شما به ویتامین نکنید. اگر وقت ویتامین قطع کردی ایمونیتیتی می چهارو را هم بلند میکنی برای افکتیو نشیدن خوب میشوه. مثلا شما میبینید برای خورشک برای قطور برای کایک کانه و دیگه پارازیتایی که هستن ونوترینی چی نروژنی باشه ایورمیگ هسته پادکوژنی ویرمیگ هسته راسیسکی هم پادکوژنی هم ونوترین میشکنی و کل میکنیم بعد کوبکا کردن نکار نیاتسیدولای راتسیدولای سپرمترین ایده وجود داریم و همین وقتی کوبکا کردن نکاره وقتی قطور باشه حتمی کوبکا بهتره که تیز افکت میتیه به کوبکا نمیشه. اگر اینو دو بار کل کنیم نکی کوبکا را حتما کردن نکاره. مثلا تچینی یک بار کردی 10 روز پس پفتور نمیتونی برای قطور کردن نیست نابود کردن در دوام همین 10 روز تو میتونی که 2 بار 3 بار کوبکاشون کنی نرمایی معین کنی. برای که مرغ پرورین مثلا برای تخم زیاد کردن برای مرغا را بونی کرده و فربه کردن خواستن مرغای برویلر یا که مرغایی که عادی خانگی هم باشد شما میتونین که از این کمپلکس ویتامینو هستن کمپلکس ویتامینو را استفاده کنین. این از این ویتاماکس هست ویتاماکسو هستن اینا میتونین که شما استفاده کنین برای تخم زیاد کردن برای مرغا را فربه کردن دقتی کمی کار میاجای میکنین برای کسلیای مرغ مثلا واکسینو هست شتم اش لاسوتا دیگه نمود واکسینوی هست ان شاء الله مدرس میکنیم هر نفری که در کارای مراجعت کنه مدرس کردنشون با شما پیشکش میکنیم. مثلا نفرایی که سگ پرورین یا که پیشک دارین که میخواین که سگاتون مثلا تولد کردن باز مونږ که پیشکتون از تولد کردن یا که پیشکای نری که هسته میاو نشه مثلا نروی نرو از خانه برای گوش آوردن دیگه پیشکو ما هسته این سکس کنترل داریم برای و یا پیشکو سگو یا مثلا برس برای کایکوی سگ برای پارازیتایی که سگ نروژنی و پارازیتایی هستن در تنوی سگ این هست برس هسته برای کرمیناوی سگ از اینوکس پلوس هسته یا که این گلمیستید هسته برای کرمیناوی سگ پیشک اینو هستن. هر کسی که مراجعت میکنه دسترس کرده میتونیم دستف کم